بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز قشنگی رو شروع کرده باشید. بچه‌ها می‌خواستم یه چیزی بهتون بگم. امروز من اومدم ورزش کنم، الان توی باشگاه هستم. یه چیزی به ذهنم اومد، گفتم شاید بهتون کمک بکنه. خیلی از ماها دوست داریم که ورزش بکنیم ولی یا فرصتش رو پیدا نمی کنیم یا بهانه‌های زیادی میاریم که مثلا باید برم اسممو بنویسم برای باشگاه، یا اینکه لباس ورزشی ندارم، یا اینکه کتونی ندارم. خواستم بهتون بگم من الان تقریبا 26-7 ساله که مدام ورزش میکنم و توی این 26-7 سال خب منم کار داشتم، شغل داشتم. کار من سوپرمارکت بود و خیلی کار سختی بود و تا ساعت دیر وقتم مغازه با ایستادم. ولی یه چیزی که مهم بودش برای من که یه تایمی از زندگی خودم رو به ورزش اختصاص بدم. مهم نیستش که به صورت مرتب باشه یا نباشه، یا اینکه حتما حالا 1 ساعت باشه یا نیم ساعت باشه. مهم اینه که شما هر روز بتونی ضربان قلبتو بالا ببری، هر روز بتونی حتی 10 دقیقه شده از اینکه بخوای توی اکسپلورر بچرخی و توی اینستاگرام 1 ساعت وقتتو بذاری، چشمای خوشگلتو اختصاص بدی به اون صفحه نمایش گوشی، 10 دقیقه‌شو برای ورزش بذار، 20 دقیقه‌شو برای ورزش بذار. قبل اینکه بری دوش بگیری، از سر کار اومدی، 10 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه از روزتو قبل دوش گرفتنت به بهانه اینکه میخوای بری دوش بگیری یه عرقی بریزی، یه 10 دقیقه فشار بیار، یه چند تا توی خونه، توی محل کارت، هر جا که هستی یه چند تا نمیدونم دراز نشست برو، چند تا شنا سوئدی برو، چند تا دو درجا بزن. به هر حال یه کاری انجام بده که این ضربان قلبتون بالا بره. امیدوارم هر جا که هستید بتونید ورزش رو توی برنامه روزانه‌تون قرار بدید و بتونید این برنامه رو استیبل بکنید توی زندگیتون. مواظب خودتون باشید، ورزشکار باشید، همیشه ورزش کنید.